میگن رابطه خوب از حرف زدن شروع میشه. بریم ببینیم مردم حرف میزنن یا نه. اگه که خیلی سوال خصوصی بپرسه چی؟ بستگی داره خوشگل باشه یا کنجکاو. من اگه دوست دخترت خیلی عصبانی بشه چی کار میکنی؟ بهش یه بستنی میدم یکم خنک بشه. رابطه مجازی رو جدی میگیری یا فقط واسه سرگرمیه؟ اگه صداقت داشته باشه چرا که نه، ولی اگه همش نقش بازی باشه نه. از یه نفر خوش بیاد معمولا اول کجاش توجهت رو جلب میکنه؟ معمولا نگاهش. اگه گرم و مطمئن باشه نصف راه رو رفت. یه جمله بگو که هم بامزه باشه هم کمی تحریک کننده و مدرن. مواظب باش، انرژی خوب آدم اعتیاد میاره. حضور یه نفر چه جوری میتونه برات هیجان انگیز باشه؟ وقتی با یه حرکت کوچیک ضربانم رو 2-3 تا بره بالا. What's the biggest thing that shocks you in relationships? That some people get serious too fast. A little slowness is more attractive. یه تعریف بامزه ولی جذاب بگو. تو اونقدر انرژی مثبت داری که باتریامو شارژ میکنی. حالا شده از کسی خوش بیاد ولی خودتو بزنی به بی خیالی؟ خیلی، چون نمیخواستم راحت بفهمه. کمی چالش همیشه جذابه. آسیمون مورد شخصی یعنی چی برا تو؟ یعنی اجازه بده خودم تصمیم بگیرم کی نزدیک شم. امروز احساس تو جمع اوکیه؟ اگه با احترامه چرا که نه؟ یه لبخند کافیه. اعتماد یعنی چی تو رابطه؟ یعنی حتی وقتی اون پیش نیست خیالت راحته. پسرا باید اول بیان جلو. مهم اینه یکی شجاعت داشته باشه، جنسیت مهم نیست. اولین چیزی که نگاهت رو جلب میکنه تو ظاهر یه نفر چیه؟ تمیزی و اعتماد به نفس، نه فقط قیافه. آها باشه. خب راست میگم. چه رفتاری توی رابطه بیشتر خوش میاد؟ صداقت همراه با شوخی ترکیبش دل میبره واقعا.